علیکم خوش آمدین به کانال رویگون آگا. چقدر که شما دیدستین من در داخل اتوبوسایی که از کاتلنیکی سفر میکنن به خط سیر خوجند، دوشنبه، ریگر، کلاب بختر. پس را فراموش نکنین کلاسای خودتون دریغ ندارین. مدت 10 روز ویدیو نبود در کانال و به نهایت زیاد جلبای مردم به نظر گرفتیم و جلبای شفیرای اتوبوس به نظر گرفتیم و با خلاصه اومدیم که امروز به مردم برسونیم که چگونه جلبا می شود تا که شما خبردار باشین و نفرایی که در حقیقت نمیدونن که اتوبوس های افیتسال تاجیکستان ایکجا می روه فقط از کاتلنیکی می شود. автовокзал کاتلنیکی ایاکونف خودی مترو کاتلنیکی می بیوین می بروین و رو پروتون автовокзал می شود. شما می بینین автовокзал ششم پیرون رو پروتون پلاکت کلان می شود رویگون авиакасса و کاسای اتوبوس های تاجیکستان. از کاسای افیتسال اومده خریداری میکنین بلیط های اتوبوس و این چونین نفرایی که بودجه دارین شرایطتون خوبه میتونین که به نرخ دسترس بلیط های سمالیو دسترس کنین کودکای مایده را اپا و خواهرا را روان کنین به تاجیکستان. اتوبوس در حالت خوب قرار داره. نگاه میکنیم شرایطوشا پیش اونه که بلیطوشا میفروشیم. اول در اومده نگاه میکنیم سستانی اتوبوس خودمون میشینیم و روچنوی جای روچنویشون 5-7 کیلو خوردنی فقط میتونن گیرین و باگاجو فقط 1 سومکا تا 30 کیلو را بیس پلات نهای. خبرای مهم یعنی واجنی خبرها را امروز شما میفهمین به خاطر که مدت دراز ویدیو نبود در کانال. فقط ما در ویدیو پیشتر با مردمی یعنی مهاجر با مردمی که عذاب مشقت قتی پول میافتن و آورده خریداری بلیط میکردن به اتوبوس سفر میکردن و جلبای بسیار هم شید. ما فقط همون افرا را میفتیم نوس نکشین تازگی را ریایا کنین و بسیارتر مردم گپ میزدیم و امروز فرصت فرا رسید که جلبای زیاد ای طرفی نفرایی که در حقیقت باوری کرده میبیان ای کسای ما خریداری بلیط میکنن و میرون در راه با مانعات دچار میشوند. یعنی ای سبب دکومنتاشون ای سبب یعنی شفیورو گروه با گپ میزنن قطیشون معامله خوب نیسته. یعنی بسیارتر نفرایی که دکومنت ندارن در راه دپارتاسیاشون میکنن و نفرایی را که ما وزرشن نارودی نمیگیم به خاطر که شما دیگه نفرا دا پول نتین نه شفیور ده نه پاسرید نگده نه دیگه و دیگهش ده راننده هایی که اتوبوس خط خدمت رسانی میکنه با مردم تاجیک شما احترامانه خواهش میکنم به نهایت شکایت های زیاد کردن مردم از سببی که دغلانه رفتار میکنین قطعی مردم یعنی مردم مهاجر خودش میبیان مهنت میکنن عذاب میکشن بعضیاش پول میگیرن بعضیاش نمیگیرن ایکی جایی که پیدا میکنن اما 7000 هم میبیارن خریداری بلیط میکنن. شما وقتی که این رفتار میکنین من دا پریاد نیسته تیمبولی که با کلینده وقتی که سومیته خوش معامله بدن در کورای قطعی مردم یعنی خوش معاملگی را شما یاد گیرین شما کلونین همت ایمن و من میبینم چندین ماه شید من هیچ نظارت میکنم میبینم ای دور قطعی شما هم دغلانه معاشرت نمیکنم که تو که شما هم نرنجین برای که راه دراز خدمت رسانی میکنین بعضی ها میفهمن بعضی ها نمیفهمن بعد از طرف مردم هم میدونم که بسیار مثال هستن نفرایی که عقل تمیزشون خوبه نفرایی هستن که عقل تمیز ندارن. نو من بسیارتر یک چیز به نظر گرفتم که مردم شکایت زیاد میکنه به خاطر چی یعنی مبلغ هم میبیارن مهنت کردگه میتیا بلیط خریداری میکنه شما خوش معامله نیستین او یک کسو نفرایی که کار میکنین عذر زیاد میپرسم ای شما هم همچنین التماس وقتی که میخواین زندگیتون خوب کنین وقتی که مردم به شما مراجعت میکنه از جمله ای خدم سرکردگی ما مردم باید خوش معامله باشیم باید صبر طاقت داشته باشیم. مردم خودش ایتک خسته شده ای کار ای جای دکیدتشون میکنن سومشون نمیتین جایی هسته که مثلا شرایط ندارن کودکای مایده خطی میبیان از سبب به شرایطی این سبب شده نمیتونه که شما پیش شما محتاج میشوند به همین خاطر شما ایویا هم سومی زندگیتون کار کردستین هم زندگیتون خوب شدسته هم زندگیتون پیش رفتسته ماشین خوب خطی خونه و در خوب صاحب شدستین نوقتی مردم با گروه با همچون ویا شما قرض دارن. ما مردم تاجیک باید قطعی کلینت طرز قطعی کلینت صحبت یاد گیریم از جمله از من سرکردگی باید هر یکی ما کم ترک صاحب پول میشیم صاحب مال میشیم دیگه خودمون نمیشناسیم دیگه مردم دیگه به نظر نمیگیریم سخن مردم دیگه به نظر نمیگیریم
همون نفرایی که میبیاین شما بلیت خریداری میکنین، شما آزادانه حقوق گپزنی دارین، حقوق جایی که شما دا محقول نیست، شما میتونین که گپ زنین. ما درخواستای شما را قبول میکنیم، خود در اویاکاسا باشه، خود در اتوبوس باشه، من همش به نظر میگیرم و همش ویدیو میکنم میپرتم. رئیسی پیشتره در هفتگی شفیار دغلانه گپ میزنه. هر یک چند رئیسایی که اتوبوسایی که خریداری کردگی ما میخوایم که شما صاحبکارا یعنی پیشروی کنین، با خوبتر شوه پیشروی شما و خدمت رسانی را خوبتر بگردونین. روز تا روز با جایی که خوب شوه بدتر شده است. مردم بسیارتر جلب میکنه. من میفهمم که 7000 دا شما چی باید در بالای سرم بردارمش. نه برادر جان، 7000 در بالای سرت نه بردارش. نو هم باوری کردم، ما را باوری کردم میبیا خریداری میکنه که تو با اتوبوس شما سفر کنه. و همین خاطر نفرایی که شفیار صاحب اتوبوس کانال رویگان را به نظر بگیرید. نه فقط شما را باوری کرده مردم میبیا، بلکه ما را هم باوری کردن میبیان ای کسا بلیت خریداری میکنن، با شما سرکاری ندارن. وقتی زنگ میزنن سوال و جواب قطعی ما میکنن و ما آزاد با باوری کامل گفتم میتونیم که بیاین ما به همش جواب میتیم. توزه و آزاده بشینین. باگاژاتون بعضی‌ها میبیان ای باگاژشون سوم زیادی میسپرن، بسیارتر جالبه ای روی باگاژ میشوه. ما در تلفن گپ میزنیم تو 30 کیلو را باگاژ بسپلات نه. نو میبیان شفیرو شما راننده‌هاتون نگاه کنین، صاحبکارو یعنی سوم زیادی طلب میکنن ای مردم. ما این چیزا را به نظر میگیریم و هر یک نقطه و هر یک کلمه که کلینتو یعنی میگن ما مینویسیم، به نظر میگیریم این چیزا. وقتی که میبینین شما هم میخواین صاحب نون شوین، صاحب کار شوین، زندگیتون خوب شوه، فرزنداتون مکتبای خوب دا بخونن، تو مردم مهاجر را به نظر بگیرین، جلبو را به نظر بگیرین، خوبتر کنین رفتار و گپزنیتون قطعی. مردم به پول نمیرون، پول میتین. 7000 باشه 7000 میگن، همو 7000 هم میبیرن میتن. 5000 باشه 5000 میبیرن میتن. 10000ش کردین 10000 تون میبیرن میتن. این معنی و نداره که شما اتوبوس قطین بلیت سمالیو در زورش نمیرسه، значит چخله که شما را بفوره همو خب با مردم قطعی مردم معامله میکنید. نه این چیزا را ما یعنی دپوسکات نمیکنیم. هست این باوری دارم که یعنی مقامات تاجیکستان تماشا میکنه، مینیستر ترانسپورت تاجیکستان تماشا میکنه، باز هم خوبتر و بیشتر میشه کنترل. یعنی کنترلی رو بعد میکنن، همه ویدیو را میبینن و درخواستای مردم هم ما به نظر میگیریم ان شاء الله. و چی حادثه و واقعه که میشوه ویدیو کرده روان میکنیم. کدومایی که در دکومنت جواب گفتن نمیتونین جمع نکنین ای مردم سوم و مردم در راه با دشواری یعنی با امانیت دچار نکنین. جواب دادن نمیتونی، نفر میبیا بلیت خریداری میکنه برادر جواب دادن نمیتونم، خود در دکومنت جواب میگی. روزی باشه میشینه سفر میکنه، روزی نباشه بلیت وزورت میکنه، سومکش در دستش میتین میروه با سمالیات پرواز میکنه میروه. همین خشیدن در کار. یعنی من زیاده 15 شبانه روز میشوه که ویدیو در کانال رویگان اگه نموندم، به خاطر که به نهایت زیاد جلب شد و من هر یک شب روز در هر یک جلب مردم نگاه کرده که چی می نویسه با کدام مانعت دچار شده. تو ای گرانیت زنگ میزنن، تو ای راه زنگ میزنن. وقتی که مردم باوری کرد و دستگیری کرده است این چیه به نظر بگیرین. همون نانی که ما و شما میخوریم یعنی با دستگیری همون مردم میشوه، با دستگیری همون مهاجرایی که باوری کرده میبیان سفر میکنن قطعی ما و شما. وقتی که شاید شما ای 50 نفر سفر میکنه اتوبوس، یک دیل شاید در نزد الله قدردان باشه و همون دیل که شما میرنجونین همون 5 ساله سومی که همون 5 ساله مبلغی که شما کار میکنین در یک میجه زدن میبره میره و چندین مشکلات دیگه بالای سرتون میاد. به نهایت جلب زیاد ای طرف مادرها میشوه، ای طرف اپا و خواهرها میشوه. شما زن دارین، مادر دارین، اپا دارین، خواهر دارین. وقتی که ای طرف مادر جلب میشوه که دغلانه شفیار مردک به نسبت مردکیش دغلانه جواب میده ای شما قرضدار نیستن و مردم، یعنی شما در مبلغ میبیارن میتین که تو که شما زندگیتون پیش برین. شما قدری کلینت باید بدونین، قدردانی کنین مردمی که شما باوری کرده میبیا با اتوبوس شما سفر میکنن. این سخنا برای همون نفرایی که اویاکاسا دارن خدمت رسانی میکنن،
именно мардуми тоҷик дар тоҷики худаш хизматрасонӣ мекунад, ба ҳамон нафаро дахл дорад. нафарое ки хизматрасонӣ мекунанд дар такси, яъне таксиҳои Москва, ба чӣ гуна яъне сарукор ки надошта бошен, ход дар бозор, ход дар савдо, вақте ки шумо соҳибкорен, ҳурмат эҳтирома байни тоҷик ба тоҷик кӯшиш боварӣ дорам ки мо ёд мегирем ва дар ҳамин ҳолат мо якдигара қадрдонӣ мекунем ва дастгири якдигар мешавем ки то ки зиндагии мо шумо хуб гардад. яъне шумо дар дигар хориҷаҳо мегарден, соҳибкорҳо бинен ки яъне клиент дар кадом ҷо истодагиай. сотрудникоро ҳам уволид мекунанд ба хотири гапи клиент ва чӣ жалобу чӣ коре ки мешава ба инобат мегиранд ва бартараф мекунанд. мо ҳам боварӣ дорем ки ия ба назар мегирем ва рӯз то рӯз хуб мегардонем муомила муноқати мардум. узри зиёд мепурсам аймун нафарое ки боварӣ карда харидорӣ билет кардем ва ба моноят дучор шидагиен. ман рӯз то рӯз кӯшиш мекунам ки иншалло беҳтарин шароитҳоро барои шумо муҳайё гардонам. худоҳофиз, то дидори оянда. видеоро падилистара фаромӯш накунед, классҳои худтонро дариқ надоред.